که ما راه میریم توی شهر، توی منابع طبیعی میریم سراغ محیط طبیعی، یک گردش ساده یک روزه میریم کنار یه دریاچه، یه رودخونه، یا یه سفر چند روزه میریم، خصوصا شمال که وقتی میریم خیلی وحشتناک‌تره. به نظرم جنوبی‌ها هنوز بهتر رعایت میکنن واقعا. شمال که میریم واقعا تو جنگل‌ها پای درخت‌ها اصلا نمیشه حتی نشست، گهگاهی که زیاد میشه. واقعا میمونیم از این بابت. این کوچکترین کنش‌ها جمع شده و تبدیل به تأثیراتی شده که الان ما توی شرایط اقلیمی خیلی بحرانی و فاجعه آمیز داریم زندگی میکنیم. یعنی به قدری که حتی گونه بشر داره انقراض خودش رو پیش بینی میکنه. اینو توی فیلم هایی که آدما میسازن، خودشون هم دارن میسازن، میبینید که ما از فیلم های آخر و زمانی زیادی داریم الان میبینیم که حتی سمت سوش داره میره به فیلم های پس آخر و زمانی. دیگه بشر منقرض شده، فقط یه چند نفری موندن و آره اون چند نفرم دیگه تصمیم گرفتن که درست زندگی کنن مثلا.